سلام رفیق، چطوری؟ امیدوارم که حالت خوب درجه یک باشه. خیلی خوش اومدی به فصل جدید کانال خودت، یعنی کانال ماجیکارت. حالا چرا میگم فصل جدید؟ به خاطر که بعد از مدت‌های خیلی طولانی بالاخره داشتمی برگشته و به صورت جدی میخواد کار تو این کانال رو ادامه بده. همونطوری هم که تا الان احتمالاً متوجه شدید چنل آرت، لوگو و کل تامنیلای کانال ریمیک شده و میخوام یه حس و حال جدیدی به این کانال بدم و این کانال رو در واقع احیاش بکنم با کمک شما رفقای عزیز و مشی که تا الان همراه من بودید تو این کانال و افتخار دادید، کانال رو دنبال کردید و هی میگفتید برگرد و الان دیگه وقتشه که شروع بکنیم با کلی آموزش‌های جذاب و خفن و حرفه‌ای و کلی پک ها و چیزایی که شما لازم دارید داخل ادیت و اینجور داستانا و هر چیزی که راجع به یوتیوب بلدم میخوام بهتون مجدد شروع بکنم به یاد دادن و اتفاقات خیلی خفنی رو تو این کانال داشته باشیم. راوت تو 10K و بریم برای اولین ویدیو از فصل جدیدمون داشته باشیم یه پک خیلی خفن دستیار تدوین که این بار در ارتباط با فونت ها هستش. 50 تا تقریبا فونت ایرانی خیلی درجه یک و خفن، 50 تا فونت انگلیسی خیلی خفن و یه عالمه استایل فونت که باعث میشه که شما تامنیل‌ها و طراحی خیلی خفنی داشته باشید. بدون معطلی بریم فونت‌ها و استایل‌ها رو ببینیم، طریقه نصب و راه اندازی و کار کردن باشون هم بهتون یاد بدم و در ادامه پسورد رو هم براتون توی یه بخشی از ویدیو میذارم که شما باید لطف بکنید از داخل کانال تلگرام دانلودش بکنید و پسورد هم داخل این ویدیو ببینید و بزنید و حالش رو ببرید. بدون معطلی برو بریم. خب رفقا، در درجه اول شما از زحمت بکشید برید داخل کانال تلگرام ماجیکارت که لینکش توی دسکریپشن و بالای صفحه هستش و این فایلی که براتون گذاشتم رو دانلود بکنید که حجمش تقریبا 26 مگابایت هستش و بعد از اینکه این فایل رو دانلود کردید میایید و روی گزینه اکسترکت هر میزنید با نرم افزارهایی که از حالت فشرده سازی خارج میکنن. توی این قسمت پسورد رو میزنید که پسورد رو بهتون گفتم در ادامه این ویدیو گوشه تصویر واسهتون مینویسم، دیگه تو کارتا نمیذارم که واسهتون سخت باشه پیدا کردنش، که بتونید خیلی راحت پسورد رو واردش بکنید و بزنید و به فایل‌ها دسترسی پیدا بکنید. خب وقتی که شما بچه‌ها فایل‌ها رو از حالت فشرده خارج می‌کنید، دو تا پوشه براتون گذاشتم، یه دونه فونت‌های انگلیسی هستش و یه دونه هم فونت‌های ایرانی. آقا یک سری از بهترین و خفن‌ترین فونت‌های ایرانی و خارجی من تو این واسهتون گذاشتم که میتونید بهترین طراحی‌ها رو داشته باشید. برای نصبشون هم یا میتونید دونه دونه این شکلی بزنید، نگاه کنید چیه فونت و این بالا اینستال رو بزنید، یا اینکه میتونید کل فایل‌ها رو با کنترل A انتخاب بکنید و با کنترل C کپی بکنید کلشو و وارد سیستمتون بشید، وارد کنترل پنل بشید و از این قسمت از قسمت فونت ها بیایید و اینجا پیست رو بزنید که کل فونت ها واسهتون پیست بشه و کل فونت ها واسهتون قابل استفاده بشه. خب بچه حالا واسه استفاده از استایل ها باید چه کاری انجام بدید؟ اولین کاری که من میکنم، من میام اینجا یه دونه تایتل مینویسم ماجیک آرت خودمون و این رو کنترل تی میکنم، یه کوچولو اینو کوچیک‌تر میکنم. خب بچه استایل ها میشه همون شکل ظاهری که به فونت ها میتونی بیای. شما میتونی به صورت دستی بیای این کار رو انجام بدی یا اینکه میتونی بیای و از این استایل های آماده که من واسط گذاشتم استفاده بکنی و حالش رو ببری. چیکار می‌کنی؟ میای اینجا سربرگ ویندو رو باز میکنی و میری اون پایین سربرگ استایل رو پیدا میکنی و روش کلیک میکنی و میاد اینجا حالت 4 خطی که داره میزنید و ایمپورت استایل رو میزنید. حالا کافیه که وارد اون پوشه‌ای که من واسهتون گذاشتم بشین که تو این قسمت هستش و این گزینه که زده 400 استایل رو روش کلیک بکنید و اینجا وارد میشه. همینطور که میبینید این پوشه براتون وارد میشه. این پوشه روی مثلثش که بزنید یه عالمه استایل خفن و جذاب و حرفه‌ای که تقریبا 400 تا هست براتون لود میشه. حالا برای استفادهش چیکار میکنید؟ تنها کاری که میکنید یه اون اینا رو درگ میکنید و روی تایتل خودتون میندازید. همینطور که میبینید یه شکل بسیار زیبا و جذابی داره. هر کدوم اینا طراحی منحصر به فرد و خاص خودشو داره. من حالا چند تا از اونایی که خیلی خودم خوشم میاد و دونه دونه اینجا واسهتون میزنم میرم. و بچه در جریان باشید که تمام اینا قابلیت کاستوم کردن و شخصی سازی کردن داره. برای اینکه بخوای شخصی سازی کنی، مثلا من از این خوشم اومده میخوام شخصی سازیش کنم، میام این قسمت روی فونتم افیکسش رو دبل کلیک میکنم و میام از قسمت گرادینتش مثلا رنگی که مد نظر خودم هست رو بهش میدم. حالا میگم من میخوام مثلا قرمز باشه این قسمت و میزنم حالا قسمت بالاش رو قرمز میکنم یا هر شخصی سازی دیگه ای که مد نظر خودتون هستش. دوباره من میام گزینه استایل رو میارم و میرم اون پایین چند تا استایل خیلی خوشگلم. این تو تمام حال و هوا استایل مختلف ما از این استایل ها داریم و هر کدوم اینا هم که بخواید استفاده بکنید دوباره قابلیت شخصی سازی داره، یعنی تک تک رنگاش
و افکتایی که داره رو میتونید اونجوری که خودتون دلتون میخواد تنظیم بکنید. و بچه هر آموزشی که مد نظرتون هستش، هر چقدر خاص فرقی نداره از هر نرم افزاری، توی قسمت کامنت ها بنویسیدش و از بچه ها بخواید که لایکش بکنن. هر کامنتی که بیشتر از همه لایک گرفته باشه اون آموزش رو من سریع میسازم با واسهتون توی کانال میذارم. عشق منید، خیلی دوستتون دارم. مرسی که تو این ویدیو همراه من بودید. بریم که بتره کنیم بعد 10,000 تایی و بالا و بالا و بالاتر. دوستتون دارم. تو ویدیو بعدی میبینمتون.